معاون اجتماعی پلیس راهور کشور گفت اتباع خارجی دارای کارت اقامت دائم و موقت می‌توانند طبق ضوابط قانونی گواهینامه خودرو و موتورسیکلت دریافت کنند. اتباعی که تو کشور ما هستن، اونهایی که دارای کارت اصطلاحاً اقامت موقت یا دائم هستند، در صورت معرفی از پلیس اطلاعات فراجا چه مدارکی برای گرفتن گواهینامه رانندگی برای اتباع لازم است؟ اول اینکه باید کارت آمایش 19 داشته باشی. دوم اینکه تثبیت هویت از سفارت گرفته باشی و یا اینکه پاسپورت الکترونیکی داشته باشی. سوم یک قطعه عکس 3x4 لازم است و دیگه هزینه های ثبت نام گواهینامه رانندگی. 120,000 تومان بابت انگشت‌نگاری گرفته میشه. 400,000 تومان بابت هزینه های دفتر و همچنین 70,000 تومان برای گرفتن نوبت برای ثبت نام. دوستان عزیز، قابل ذکر است کسایی که پاسپورت الکترونیکی ندارد میتواند که با تذکره کاغذی تایید شده وزارت خارجه از سفارت افغانستان در ایران پاسپورت الکترونیکی دریافت کند. شاید سوال خیلی از دوستایی باشد که غیر از کارت آمایش 19 با چی مدارکی میشه ثبت نام گواهینامه رانندگی برای اتباع انجام داد؟ دوستان عزیز، طبق اعلامیه جدیدی که اعلام کرده، از کسایی که پاسپورت خانواری دارد فقط سرپرست میتواند در این پروسه اشتراک کند و همچنین قابل ذکر است این طرح فعلا در استان فارس یعنی شیراز قابل اجرا است و بقیه استانها طبق روال همیشه این ثبت نام جریان دارد. خیلی ممنون دوستای عزیز که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید. ما کوشش میکنیم که تازه ترین خبرها را در ساعت 23 برای شما در اشتراک بگذاریم. مهاجرین افغانستانی که داخل ایران زندگی میکند، سازمان ملل یک لینک را در اختیارشان قرار داده تا از این طریق میتواند که خود را در سازمان ملل ثبت کند. دوستای عزیزی که در قسمت پر کردن فرم سازمان ملل مشکل دارد، میتواند که بین شماره‌ای که بالا گذاشتم در واتساپ پیام بگذارد تا که در قسمت پر کردن فرم پناهندگی سازمان ملل همراهشان همکاری کنیم.